سلام، نام من ربکا. امروز ما با هم صحبت میکنیم راجع به حضرت عیسی مسیح. حضرت عیسی مسیح کیست؟ با هم از کتاب مقدس میخوانیم و راجع به عیسی مسیح صحبت میکنیم. خب میدونم که لهجه‌ام تاجیکی نیست، ولی امیدوارم اشکالی نداره، میتونین منو بفهمین. خب اگر منو نمیفهمین، من میخوام یک کانال خیلی خوب توصیه میکنم. این خانم مسیحی خیلی پر از روح القدس، اسمش استر و استر میتونه به شما توضیح بده و خیلی خوب باشه. و هم استر میخواد شما یک کتاب مقدس برای خودتون بفرسته. اگر برین به کانال استر میتونیم یک کتاب مقدس بگیرین به تاجیک، اوکی؟ به زبان تاجیک. و میتونین کانال استر لینک زیر این ویدیو نوشته است، اوکی؟ پس الان راجع به حضرت عیسی مسیح بخونیم از انجیل یوحنا. انجیل یوحنا باب یکم. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. آن در ابتدا با خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و هر آنچه وجود یافت بی او وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را فرا نگرفت. شخصی از جانب خدا فرستاده شده بود که یحیی نام داشت. وی برای شاهدی آمد که بر نور شهادت دهد تا که همه به واسطه وی ایمان آورند. وی آن نور نبود، بلکه آمد که بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که هر آدم را منور می گرداند به جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او به وجود آمد و جهان او را نشناخت. اینجا میخوام بگم که خیلی خوب میفهمیم که عیسی مسیح کیه. خب الان راجع به نور صحبت میکنن، میگن که نور خود خدا بود، کلام و نور آمد و هم میگن که کلام خود خدا بود. خب این راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه. خب پس ما میبینیم که عیسی مسیح کسی خیلی مهمیه و نه تنها انسانه. خب میگه که اینجا میبینیم که همه چیز که به وجود آمد خب از او به وجود آورده است. خب پس الان ادامه میدیم. جهان بود و جهان به واسطه او به وجود آمد و جهان او را نشناخت. او نزد منسوبان خود آمد و منسوبانش او را قبول نکردند. لیکن به آنهایی که او را قبول کردند و به اسم او ایمان آوردند قدرت داد که فرزندان خدا گردند، که نه از خون، نه از خواهش جسم، نه از خواهش مردی، بلکه از خدا تولد یافتند. خیلی خوب. پس
وقتی عیسی مسیح به ما آمد، خب چند نفر قبولش کردن، چند قبولش نکردند. وقتی ادامه میدیم در انجیل یوحنا میبینیم که چیزهایی که عیسی مسیح ادعا میکرد راجع به خودش چقدر فوق‌العاده بود و زیاد مردم نتونستن قبول کنن، چون باید بفهمیم نمیگیم که حضرت عیسی مسیح فقط پیامبره. ما میگیم که او بیشتر از اونه. عیسی مسیح نجات دهنده ما است و بیشتر از این عیسی مسیح هم خودش خداه. خیلی عجیبه، میدونم، ولی ما ادامه میدیم میبینیم این توضیح کتاب مقدس راجع به عیسی مسیح است که بیشتر از انسان بود. خدا انسان شد و خب الان میبینیم و کلام جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم که جلالی شایسته پسری یگانه پدر است. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت: این است آن که درباره او گفتم، آن که پس از من می آید پیش از من بوده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پررگی او همه ما فیض بر فیض پیدا کردیم، زیرا که شریعت به واسطه موسی عطا شد، اما فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه ای که در آغوش پدر است او را ظاهر کرد. و این از شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از یروشلیم کاهنان و لیویزادگان را فرستادند تا از وی پرسند: تو کیستی؟ وی اقرار کرد و انکار نکرد، بلکه اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. از وی پرسیدند: پس کیستی؟ آیا الیاس هستی؟ گفت: نه. آیا آن نبی هستی؟ جواب داد: نه. آنگاه به وی گفتند: پس کیستی؟ تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب دهیم. درباره خود چی میگویی؟ گفت: من آواز ندا کننده در بیابانم، راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفته است. آن فرستادگان از فریسیان بودند و آنها از وی پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی، نه الیاس و نه آن نبی، پس برای چی تعمید میدهی؟ یحیی در جواب آنها گفت: من با آب تعمید میدهم، لیکن در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او آن است که پس از من می آید، اما پیش از من بوده است و من سزاوار آن نیستم که دوال پای افضال او را واز کنم. این در بیت عباره که آن طرف اردون است، در جایی که یحیی تعمید میداد واقع شد. خیلی خوب. پس ما راجع به یحیی یاد میگیریم. یحیی این باب یکم توضیح میده که یحیی شهادت داد، آمد تا ما راجع به که ما بفهمیم عیسی مسیح کیه. پس اونا فرستیان، خب اونا
اگر فارسیان نمیشناسین، اونا رهبر یهودی بودند. خب پس اونا در اون موقع اونا خب خیلی قانون یهودی فهمیدند و اونا قدرت داشتند و خب پس یحیی اونا از یحیی پرسیدند شما مسیحی هستید؟ چون یهودیان منتظر یک مسیح می کردند. خب و یحیی گفت نه، من مسیحی نیستم، خب فقط تعمید می دهم. خب یحیی آمد و تعمید می داد خب تا انسان حاضر باشند برای آمدن عیسی مسیح. پس او گفت نه، من مسیحی نیستم، ولی کسی میاد که با آب شما تعمید نمیکنه. اتفاقا او در روح القدس تعمید میده. خب این یعنی چه؟ یعنی چه تعمید در روح القدس؟ خب عیسی مسیح به شاگردانش قول داد، گفت من وقتی میرم خب من بهت روح القدس میفرستم تا با شما باشه که شما را راهنمایی بکنه. خب و ما که ایمان در عیسی مسیح هستیم، ما روح القدس داریم که ما را نمایی میکنه که پر از شاد باشیم، که پر از آرام باشیم، که ما با هم یکی هستیم. خب و با هم عشق داشته باشیم. خب پس یحیی راجع به این مرد صحبت میکنه، این مرد که میاد و این مرد عیسی مسیح است. فردای آن یحیی عیسی را دید که به جانب وی می آید و گفت اینک برای خدا که گناه جهان را می بردارد. این است آن که من درباره او گفتم که پس از من مردی می آید که پیش از من بوده است، زیرا او بر من مقدم بود. من او را نمی شناختم، لیکن برای آنکه او به اسرائیل ظاهر گردد آمدم و با آب تعمید می دادم. و یحیی شهادت داده گفت من روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، لیکن آن که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفت به هر کس ببینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت، او همان است که با روح القدس تعمید می دهد. و من دیده شهادت دادم که او پسر خداست. فردای آن باز یحیی با دو شاگرد خود ایستاده بود. چون دید که عیسی از آنجا می گذرد گفت اینک بره خدا. آن دو شاگرد سخنان وی را شنیده از پی عیسی روانه شدند. عیسی به عقب نگاه کرده دید که آنها می آیند. گفت چی می خواهید؟ با او گفتند ربی، یعنی ای استاد، در کجا استقامت داری؟ او گفت بیایید و ببینید. آنها آمدند و دیدند که در کجا استقامت دارد و آن روز نزد او بماندند. تقریباً ساعت 10 بود.
یکی از آن 2 نفر که سخنان یحیی را شنیده از پی او آمده بودند اندریاس برادری شمعون پتروس بود. وی اول برادری خود شمعون را یافته گفت ما مسیح را یعنی خریستوس را یافتیم. وی را نزد عیسی آورد. عیسی به وی نگریسته گفت تو شمعون پسر یونوس هستی. اکنون نامت کیفا خواهد شد که معنایش پتروس است. فردای این عیسی خواست به جلیل رود و فیلیپوس را یافته گفت از عقب من بیا. فیلیپوس از بیت سیدا همشهری اندریاس و پتروس بود. فیلیپوس نتنائیل را یافته گفت ما آن کسی را که موسی درباره او در تورات نوشته است و انبیا ذکر کردند یافته ایم که عیسی پسر یوسف از ناصره است. ولی نتنائیل به وی گفت مگر ممکن است که از ناصره چیزی نیکویی پیدا شود؟ فیلیپوس به وی گفت بیا و ببین. عیسی چون دید که نتنائیل سوی او می آید درباره وی گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در وی مکر نیست. نتنائیل به او گفت مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت پیش از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، هنگامی که در زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب وی گفت تو ایمان آوردی، زیرا به تو گفتم که من تو را در زیر درخت انجیر دیدم. چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. و به وی گفت براستی به شما میگویم، من بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر آدم صعود و نزول میکنند خواهید دید. خیلی خوب. پس این پایان فصل 1 از انجیل یوحنا. خیلی ممنون که با من میخواندید و توصیه میکنم که دوباره گوش بدین به این فصل، چون خیلی مهمه برای فهمیدن عیسی مسیح کی است. خب پس اگر دوست دارید خودتون آنلاین گوش بدین و بخونین، یک لینک برای انجیل یوحنا و کتاب مقدس گذاشتم زیر این ویدیو، میتونیم ببینیم و و هم میتونین اون لینک برای کانال استر که اهل تاجیکستان است، خب او میتونین پیدا کنین، چون خیلی خیلی ایماندار خوبیه و خیلی چیزهای خوب در کانالش راجع به مسیحیت. و من هم دوست دارم چیزهای در این کانال راجع به مسیحیت توضیح بدم. خب ولی میدونم که زبان تاجیک کمی ضعیفه برای من، کمی ضعیف حرف میزنم. پس میخوام شما خیلی خوب بفهمیم برای خودتون و هر هفته ادامه میدم با شما و کتاب مقدس با هم میخونیم و بیشتر راجع به عیسی مسیح یاد بگیریم. امیدوارم که خدا روح القدس به شما راهنمایی کنه و میتونین بفهمین عیسی مسیح کیه، چون عیسی مسیح شما را دوست داره، شما را میشناسه، با شماست. خب این خدای ما است. خدای ما انسان شد و آمد. اون خدا که نمیتونیم ببینیم،
نمیتونیم لمسش کنیم، ولی او دور از ما نماند. خدا به ما آمد تا میتونستیم او را لمس کنیم، میتونستیم از خدا رو ببینیم. خب پس این عیسی مسیح به ما آمد و ما را راهنمایی کرد. خب پس ادامه میدیم و برای دیگه میبینمتون. خدا نگهدار و خداحافظ.